عزیزای خدا حکایت میکنن، میگن یک جوانی مغرور بود، دارنده بای بچه، ولی اکثر دارنده های ما هستند در راه فحشا و بد. کم دارنده است که یعنی پاکیزه و خدا ترس و تقوا باشه. یک جوانی دارنده بود، کاری هر روزش فقط همین یعنی دختربازی و زنا کردن بود. عادتی هر روزه دائمی داشت. میگه هر روز اون رفیقا و شخصیت های همراهش بودن، یعنی دوستاش، اونها را میگو برای من یعنی یک زنی نو یک دختر دیگرگون بیاره، می آوردن. روزی میگه این جوان گفت که بسوی اون دوستایی که یعنی می آوردن براش دخترها را، گفت این دخترهای شهر، یعنی این دخترهای روسی بگن سوریمین دیل من زدن، اینها یعنی لباس ها تا بدر ناکرده در بالات میپرن، یعنی اینها در حال چی میکنن؟ من میخواهم که یک دختر دیهاتی، یک دختر قشلاقی خطی یعنی با او یعنی این کار بد زنا را انجام بدیم. برای من از یگان قشلاق بروی یگان دختر قشلاقی بیاره، تا اینکه اونها کم ایمان دارند، کم شرم و حیا دارند و اونها با یعنی این کار دیگرگون است. میگه این رفیقاش رفتن از یعنی کدام دیهاتی رفتن آوردن یک دختری را. این شخصیت وقتی آمد اون حجره که دائما این کار انجام میداد داخل شد، میگه دید یک دختری هست، وجودش میلرزه، در سرش یک رومال کلان محکم کردگی. بعد از آن آمد میگه از قفا در آغوش گرفت این دختره و اون مهربانی کرد. وقتی این جانب تاو داد، وقتی رومالش از سرش بیرون کرد، دید که خواهر خودش است، دید که خواهر خودش است. بعد از اون میگه در حال قفا رفت، قفا گرفت. تو کجا آمده؟ نمیدانم کجا آمده. من در راه میرفتم، دو جوانی به من صحبت کردن، دیدی من نیافتن، برای من پول وعده کردن، گفتن یک رفیقی داریم بیا برو با او تو برو از پول زیاد میدم. من راضی شدم. پیغمبر بزرگوار گفتن کسی که زنا کرد حتما با اهل او زنا کرده میشه.